ببین یه لحظه وایسا. میخوای بچه‌تو از شیر بگیری، دنبال اینی که جایگزین براش بذاری، نمیدونی بهش شیشه شیر بدی یا شیر گاو بدی یا مثلا آب میوه بدی. ببین اصلا این کارا لازم نیست. بیا تا بهت بگم واسه چی. مامان جان باید بهت بگم از شیر گرفتن برای بچه‌ت خیلی ساده و راحت تر از چیزی اتفاق میفته که توی ذهن توه. در حقیقت این افکار توه که این موقعیت رو بحرانی فرض میکنی. فکر میکنی که وای الان بچه‌م از پسش بر نمیاد، نمیتونه، نکنه آسیب ببینه. بعد از سر اضطراب میان یه چیزی مثل شیشه شیر یا خوردن آب میوه پاکتی یا مثلا شیر با نی و لیوان رو جایگزین میکنی که بعداً دوباره کلی دردسر داری که بخوای اینها رو از بچت جدا بکنی. پس اصلا نگران نباش، به توانمندی‌های بچت اعتماد بکن و بدون که این دوره هم و این چالش از شیر گرفتن هم خیلی راحت تر بدون نیاز به هیچ جایگزینی سپری خواهد شد انشاءالله. حالا به هم توی کامنت ها بگو که بچت از شیر گرفتی یا نه و واکنش بچت وقتی که از شیر گرفتیش چطوری بود.